آقای دکتر رسول خادم یکی از کشتیگیران متفکر و با اخلاق نظام جمهوری اسلامی بوده و هست. اینو همه اذعان دارن. هیچ وقت تا به حال کسی عصبانیت ایشانون ندیده. شب گذشته متاسفانه مسئولین کمیته المپیک آقای مهندس علی آبادی یک اظهار نظرهای فنی در روزنامه مصاحبه که کرده بود باعث شد که کشتیگیران ما، این دوتا کشتیگیر ما که کشتی دارن، واقعا از هم بپاشن. گفته بود اون نتیجه دلخواهی که باید برای ما در کشتی گرفته بشه نیست. من از ایشان سوال دارم، چطوری شما در زمانی که مسئول سازمان ورزش بودی فقط تونستی یک برنز در کشتی و یک مدال طلا آقای سایی بگیره، به مملکت برگردی با این همه هزینه، ولی در حال حاضر 50% مدالی که کسب شده الحمدلله به وسیله کشتیگیران فرنگی و آزاد بوده با مدیریت آقای رسول خادم. شما موقعی که میای تو کار مدیریتی ایشان دخالت میکنی، اظهار نظر کارشناسی میکنی، با بودن آقای دکتر سجادی که خودش قهرمان ایران، قهرمان آسیا، معاون وزیر ورزشی، ایشان به خودش اجازه نداد تو کار کارشناسی دخالت کنه. شما میان اظهار نظر میکنید، تیمو پاشوندین. اصلا شما کشتیگیر، ما 2 تا کشتیگیر قهرمان جهان سال 2011 داشتیم، آقای مهدی تقوی، آقای رضا یزدانی. شما 10 تا کارشناس ورزش بیارین که روانشناسی ورزشی خونده باشه، ببینین چطوری میکنه یک کسی که در 3 میدان 4 میدان بهترین کشتی‌ها رو گرفتن، قهرمانی آسیا رفتیم 6 طلا گرفتیم 1 نقره، اومدیم رفتیم گزینشی 3 سهمیه رو گرفتیم، برگشتیم رفتیم جام جهانی در خود آذربایجان که سال گذشته در ایران ما رو بردیم. کوچکترین استقبالی از ما نشده، جز آقای خطیب و آقای افشارزاده بلند شده اومدن. ما که از شما چیزی نمیخوام، یه خسته نباشی میخوام، حداقل اینجا دیگه مدال محور نکنین کارتونو، یعنی بقای خودتون به مدال کشتی و نمیدونم وزنه برداری چیز ندین. شما مسئول کمیته المپیک هستین، طبق قانون بایستی الان تغییر و تحولاتی انجام بشه. شما نیامدی به خاطر بقای کشتی، به خاطر ورزش، به خاطر بقای خودتون اومدین که 6 ماه دیگه اینو تمدید کنین، انتخابات 6 ماه عقب بیفته. الان فشارش افتاد رو کشتی. وقتی کشتیگیر از نظر روانی برای خودش استرس ایجاد بکنه، روی دوشکی میره، تماشاچی از یه طرف، داور از یه طرف، شما دیدین خود وضعیت کشتی رو، شما از روز اول دقیقاً ثانیه به ثانیه در کنار ما بودین. مگر یک ورزشکار چقدر تحمل روانی داره؟ مسابقات المپیک با مسابقات جهانی فقط فرق کشتیگیرها از کره مریخ که نمیان که، همون کشتیگیری که در جهانی گرفتی، سطح بار روانی و مدیریت کلانه که میتونه شخصیت قهرمان المپیکو بسازه. تیم آقای دکتر رسول خادم موقعی که وارد تشکیلات المپیک شده 6 ماه مونده. برنامه المپیک 6 ماه نیست، برنامه المپیک 4 ساله برنامه ریزی میشه. حالا شما اومدین این فشار بار روانی رو انداختین رو آقای خادم و کادر فنیش، زحمت کشیدن، خودمون پله پله نردبانی آوردیم بالا. دیگه نباید با دست خودمون شما ما رو هل بدین پایین. در اون دنیا شما باید پاسخ این کاری که شب گذشته و امروز انجام دادین و دخالت تو کار فنی کردین، آقای خادم رو واقعا پاشوندین، از هم تیمو کاملا پاشوندین، باید پاسخ این تو این 6 ماه چه بلایی سر ما اومد. ما روزی 20 ساعت برنامه‌ریزی کردیم، امپیتری کردیم، کار 6 ماه 4 ساله رو در 6 ماه باید انجام بدیم. شما کارنامه خودتون نگاه کن ببین در 4 سال گذشته چه گلی زدی به سر ورزش. اومدی شدی الان مسئول کمیته المپیک، اونو به ما مربوط نیست. حداقل تو حیطه مدیریتی خودت اظهار نظر فنی بکن. هر وقت ما اومدیم گفتیم آقا این ساختمانی که ساخته شده درسته، این آیدی کارتی که برای آقای امیر خادم در دقیقه 90 گرفتین اشتباهه و این برگم سوزوندین، اون موقع شما میگین نباید حق اظهار نظر کنیم. چون شما تو کار فنی ما دخالت کردی، ما باید حتما از امروز این کارو بکنیم. اگر این کارو بکنیم کار ما 100% اشتباهه. برنامه‌های پیش روی تیم چی هست با آقای خادم با این شرایط؟ مسابقه مهم جام جهانی رو سال آینده با فاصله 6 ماه فرنگی و آزاد مجددا ریختن در ایران. ما اگر بخوایم این سیستمی کار کنیم، خودمون با دست خودمون نیروهای کارشناسیمون رو تضعیف کنیم، من فکر میکنم به ترکستان ختم میشه کار ما. خواهشن، تمناهن کسانی که واقعا دلشون به حال ورزشی مملکت میسوزه. اگر شما برزیل رو نگاه کنین، ورزش اول اون کشور فوتباله. چه سیستمی رون پیاده میشه که هر سال میاد نتیجه میگیره، بعد میاد والیبالش هم در حد فوتبالش قرار میگیره، کار جمعی انجام میده. ما توانایی قهرمان جهان شدن داریم. من قول به شما میدم اگر هر مهره سر جایگاه واقعی خودش قرار بگیره، سوء مدیریت در ورزش کنار بره، کسانی که دلسوز و خبره این کار قرار بگیرن، ما در جهانی آینده تیم دوممون قهرمان جهان خواهد شد.
نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، پیشکسوتان در زمان آقای طالقانی قهرمان جهان شد. پس ما لیاقتش رو داریم. ما مدیری میخوایم در کنار ورزش قرار بگیره که سرد و گرم این کار رو چشیده باشه، بدون ضربان 220 در 3 تایم 2 دقیقه. یعنی چی؟ ببینه که وقتی کشتیگیری لحظه آخر آقای کمیل قاسمی که اصلا در کشتی جهان عنوانی نداشته، آقای خادم میاد روش 2 ماه سرمایه گذاری میکنه، میاد بهترینای دنیا رو میبره بدون پوان منفی، حتی با قهرمان جهان مساوی میکنه، فقط تو کلینچ بهش میوازه. پس ما استعداد داریم. دل مربی‌ها رو شما دل سرد نکنین، به ما بها بدین، به ما فرصت بدین. آقای برزگر هم دیشب صحبت کرده بود، گفت همیشه بعد از المپیکا اینطوری بوده، یه ما میگن کشتی ورزش اول مملکته، بعد فراموش میشه 47 ماه دیگه میان سراغمون میگن آقا شما بیاین اینجا، شما بیا اونجا. کی ما باید این نیروهای متخصص و عاشق ورزش مملکتشون کنار هم قرار بدیم که بتونیم توی المپیک. الان روسا رو ما حساب میکنن، آذربایجان رو ما حساب میکنه، چه احترامی بعد از جام جهانی اینا برای ما قائل شدن. کشتی رو هم نگاه کردین، پزشک کاملا قطع کرد، گفت آقای یزدانی نمیتونه کشتی بگیره. وقتی آقای رسول خادم رفت گفت کشتی میگیره، گفت به احترام شما من دوباره اجازه میدم. کشتی شروع شد. این خیلی برای ما مهمه در دنیا. آقای مارتینیتی براش احترام قائل، مربی‌ها احترام قائل هستن. خودمون با دست خودمون رو ضعیف نکنیم.